یه صداهایی هستن با ای که خیلی بلنده ولی انگار هیچکی نمیشنوه. خیلی عجیبه این صدا محسن. آره مثلا چی؟ مثلا صدای شکستن قلب، مثلا صدای انتظار پدر و مادرها تو خانه سالمندان وقتی منتظر بچه هاشونن، مثلا صدای خجالت چشمای یه پدر وقتی نمیتونه خواسته های بچه‌شو برآورده کنه، مثلا صدای خرد شدن استخوان‌های ضعیف‌ترین قشر جامعه. با ای که خیلی بلنده این صداها، خیلی بلنده، یک کم گوشمون تیز کنیم میشنویم.